باید دوش و هنگام برادرش در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی، اخلاقی، ایمانی، سیاسی حتی شرکت بکنه. خواهرای بزرگوار و محترم، این چند جمله خطاب به شماست. از خواهری سوال میکنن شغل تو چیه؟ خودشو معرفی میکنه شغل من خانه‌داریه. من خانه‌دار. شغل خانه‌دار. اصلا خانه‌داری شغله؟ این شغله که تو خودتو تلقین کردی شغل من خانه‌داریه. درست شغل زن مسلمان خانه‌داریه، ولی چه خانه‌داریه؟ منظور از این شغل خانه‌دار چیه؟ میدونی منظور چیه؟ شغل خانه‌دار یعنی بیسواد. یعنی بیسواد. خانه‌دار یعنی ماهی پاک بکنه، غذا بپزه، آشپزخانه رو بشوره، حیاط رو جارو بکنه، لباس بشوره، لباس رو تو بکنه. بس معنی شغل خانه‌دار امروزه اینه. این اصطلاحه. اگه خودشو معرفی کرد شغل خانه‌دار یعنی بیسوادی که فقط باید مشغول به این چیزا باشه. زن مسلمان این شغلش نیست. شغل مربی، معلم، این شغل انبیاست. شغل دختر مسلمانی که فردا زن مسلمان میشه و پس فردا مادر مسلمان میشه. وظیفه او که خدا برگردن او قرار داده و رسول خدا تربیت اولاد مسلمینه. به جامعه و امت اسلامی هدیه تقدیم بکنه. چه هدیه‌ای؟ رقص. امروزه زن مسلمان چه هدیه‌ای رو به امت محمد داره تقدیم میکنه و به جامعه؟ غیر از آرایش و رقصیدن و لباس نازک پوشیدن و به فتنه انداختن جوانای مؤمن و متعهدی که در کوچه ها دارن میرن. زن مسلمان امروز در مراسم عروسی غیر اسلامی چه هدیه‌ای داره تقدیم میکنه در جمعی که 1000 تا جوان ایستاده؟ غیر از رقصیدن و ظاهر شدن به مظهر غیر اسلامی و به مظهر شیطانی که سبب فتنه و فساد میشه. خواهر مسلمان که مادر فردای مسلمانی هستید، هدیه‌ای که تو باید تقدیم بکنید به جامعه اسلامی و امت اسلامی اولاد نور دیده است. اولاد مجاهدی که اسلحه دست بگیرن و با سلاح ایمان و سلاح مادی در کنار سلاح معنوی و با تفکر و اندیشه ایمانی و با هدف خدایی برای اصلاح جامعه و قلع و قمع فساد و ذلیل کردن الحاد و انحراف و کجروی و دیکتاتوری علم بشه.